أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. آیت 229 سورة بقره. از این آیت که و یسألونک ماذا ينفقون 18 احکام در ارتباط نظام قوانین خانوادگی و فامیلی را الله بیان میکنه که خانواده مسلمان باید از این قوانین و دستورای این سورت و این قرآن اطاعت بکنن تا که خانواده خوشبخت و خانواده نیک و خانواده که زندگی اسلامی داشته باشه. این خانواده در زندگی مسلمان باید تمثیل شود. چند موضوعات قوانین را بیان کرد. در اینجا الله رد میکند به بالای رسم و رواج مشرکین که اونا چی میکردن؟ کان الرجل فی الجاهلیه، یک مرد از اونا در جاهلیت پیش از اسلام یطلق امرأته، او طلاق میداد زن خود را ما شاء من الطلاق، چقدر که میخواست، چقدری که دلش میشد طلاق میداد. بعد رجوع میکرد پیش از اینکه عدتش پوره شد. اگر 1000 مرتبه هم طلاق میداشت حق رجوع را داشت. و انصار بعضش گفتن خانمش قسم خورد که نه نزدیکت میشم و نه الهیت میتم. گفت چه قسم میکنی؟ خانمش گفت طلاقت میتم یک طلاق، وقتی که عدتت نزدیک به پوره شدن میشد باز پس رجوع میکنم، باز طلاقت میتم باز رجوع میکنم. این زن آمد پیش رسول الله صلی خانم شکایت کرد که یا رسول الله این شوهر سر من ظلم میکنه، طلاق میته و پس به زبان رجوع میکنه، باز طلاق میته و باز، یعنی هیچ استفاده نمیکنه از من. مرا در حالت زندگیم خراب است، ظلم میکنه. الله یه آیت نازل کرد که یک کسی که خانم خود طلاق میته و میخواد رجوع کنه، رجوع بازگشت کنه، یک طلاق که داد اینال چند اگه حیض میدید 3 حیض که 3 مریضی است سرش تیر میشه. اگر در جریان امی 3 حیض یا 3 ماه رجوع کرد بازگشت کرد به زبان، خب یا عملا رجوع هر دو قسم میشه، عملی و زبانی. اگر رجوع کرد خب خلاص زنش شد ولی یک طلاق مانده. اگر یک کسی مثلا 3 ماه بعد مناسباتش خراب شد باز طلاق داد، این 2 شد، باز میتونه در جریان امی عدت 3 حیض یا 3 ماه، اگر کسی حیض نبینه 3 ماه میتونه رجوع کنه. اگر رجوع کرد از طلاق یعنی منصرف شد، خب صحیح حق داره، ولی 2 شد. این 2 وقتی که طلاق رجوع کردی و از بین نمیره. 3 اگر 3 بار یک کسی خواست خانم خود طلاق بده خلاص شد، دیگه حق رجوع نداره، 3 شد. تا وقتی که دیگه شوهر نگیره و ازدواج نکنه و از او استفاده جنسی نکنه تا وقت نمیتونه. متوجه شدیم؟ سابق چه قسم بود؟ پیش از اسلام ظلم میکردن سر زنا، یک طلاق میداد، نزدیک که میشد عدتش خلاص شد رجوع میکرد، بعد دیگه طلاق میداد، بعد 3 ماه میشد که نزدیک شد بعد رجوع میکرد، استفاده هم نمیکرد از مقصد آزارش میداد همونطور به تکلیف. بعد دیگه طلاق میداد، بعد نزدیک که میشد رجوع میکرد، بعد دیگه هم تو 10 20 30. اسلام چی کار کرد؟ اسلام گفت نه، طلاق رجعی 2 1 2 3 مرتبه نمیتون. یک بار طلاق کردی رجوع میتون، دیگه بار طلاق کردی رجوع میتون، دیگه بار نمیتون. متوجه شدیم؟ این بسیار مهم است. ولی ما کسایی را در افغانستان میبینم ظالما، یک طلاق میته رجوع باز میته، باز طلاق میته، باز اینم قسم طلاق داده و یک جا شده. این زنا است. 3 بار 2 بار رجوع کرده میتونی خلاص. 2 بار میتونی که
خانم به دست بیاری بدون نکاح. اگر سیوم بار شد تا که دیگه شوهر نکده و او شوهر هم موضوع استفاده جنسی کنه، اگر یک کسی شوهر گرفت صرف نکاح کرد و او از استفاده نکرد، جماع نکرد، به امرش حلال نمیشه. باید استفاده کنه، زندگی کنه. اگر او باز زندگی از اونا خراب شد طلاق داد، بعضی شوهر اولی میتونه او را بگیره. خوب فهمیدین؟ پس طلاق این نیست و بهترین طلاق که در سنت هست همیست که زن از مریض شود، پاک شود، و پاکی به امرش شوهرش نزدیک نشه، جماع نکنه، استفاده جنسی نکنه، دونمو یک طلاق بده. یک طلاق. اگر دینم یک طلاق رجوع نکنه، عدتش 3 حیث تیر شود، خودش اتوماتیک چی میشه؟ باین میشه، جدا میشه. یا میتونه یک شوهر که یک طلاق ده یک ما یک طلاق داد، ده دیگه ما دیگه ده طلاق، ده دیگه ما دیگه سید. اما حاجت به اون نیست، به یک طلاق خانم جدا میشه، همین خوب است. به یک طلاق بس، یک طلاق بده، غرض نگی، خودش رجوع نکو، خودش جدا میشه. عدتش که تیر شد و این رجوع نکرد، به صورت اتومات چی میشه؟ باین میشه. ولی یک فایده وضو داره، 3 طلاقه که نباشه. اگر باین شد باید میتونه به نکاح جدید، خواستگاری جدید، مهر جدید امی خانم به دست بیاره، به شرطی که یک طلاق باشه یا 2 دانه باشه، 3 نباشه. اما اگر 3 بود تا که دیگه شوهر نگیره این خانم پس به دست آورده نمیتونه. چقدر خوب کار اسلام اینه میست. یک طلاق بود. رسول الله سر یک خانمای خود خار شده بود، یک طلاق دادش، با پس رجوع کرده، او پشیمان شد تو خانمش. در افغانستان یک طلاق هیچ کسی نمیشناسه غیر از 3 میگه، خیز میزنه ده 3 طلاق کرد. یا طلاق میته طلاق. چرا؟ یک دانه بس. دیوانگی نکن. یک دانه طلاق کفایت میکن. پس طلاقی که رجعی است، الله میفرماید الطلاق مرتان. طلاق مصدر است به معنای تطلیق، یعنی عدد الطلاق. عدد طلاقی که دو شوهر میتونه رجوع بکنه چند عدد است؟ مرتان، 2 مرتبه. 1 2 خلاص. بعد از اینکه 2 طلاق داد یا 1 دانه داد، فامساکم بمعروف فالواجب علیکم، واجب است به بالای شما امساک، نگاه کردن خانم، به معروف، به طریقه شرعی مطابق قانون اسلام. اگر کسی 1 طلاق یا 2 داد میتونه که خانم زندگی میکنه، فامساک کن، نگاه کند خانم را به معروف مطابق قانون اسلام، ظلم سرش نکنه، صحیح زندگی کنه. اگر میفهمه که نه که تیزی خانم زندگی نمیشه، بد اخلاق است، جنگور است یا هر چی که است، بازداری صورت بعض دیگه، او تصریح به احسان، یا آزادش کند به نیکی. آزاد به نیکی چی است؟ دیگه علما اختلاف کرده، آزادش کنه. بعضی میگه این طلاق 3 است و از رسول الله هم روایت میکنن که این 3 است. 2 دانه داده 3 طلاق بده. یا ای که رجوع نکنه، چی نکنه؟ رجوع هم 1 طلاق داد یا 2 رجوع نکرد، در جریان عدت خودش چی میشه؟ جدا میشه. فهمیدین؟ این را من بسیار تکرار میکنم که بفهمید. کسایی که میگن او تسریم به احسان این طلاق 3 است، باز امام رازی در تفسیر کبیر اعتراض کرده که اگه این 3 باشه خی خلع چطور میشه؟ پس اون مسئله خلع را الله در این آیت مطرح میکنه که خلعی که خانم بر شوهر پیسه بده. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. پیسه میگیره، میگه چطور میشه دیگه؟ فین طلقها خیس، طلاق چندم است؟ کسایی که میگن او تسریم به احسان طلاق 3 است، فین طلقها را میگن این تفصیلش است، این 3 ولی تفصیل او اجمال است، این تفصیلش میگن. کسایی که میگن او تسریم به احسان چیست؟ عدم رجوع که رجوع نکرد، خودش اتومات طلاق میشه، باز فین طلقها را میگه 3 شد. هر دوش صحیحه، گپی نیست، اختلاف. تصریح به احسان چی معنا؟ حق داره 3 طلاق بده، خلاص شد گپش، آزادش کنه به نیکی. حقش احسان این که ظلم نکنه سرش، بدیش یاد نکنه، مردم از این دور نکنه، آزاد کنه به نیکی. یگان بدبخت زن خدا که طلاق داد، باز مردم میگه چرا طلاقش دادی؟ گمش که بسیار زن بد بود.
این تو یک زنیه نزدیکش نشی، خطرناک است. هدفش است که هیچ کسی را نگیره، هیچ کسی را ازدواج نکنه. میترسانه مردم. در افغانستان هم اینطور است. بدیش یاد میکنه. اگر که پاک دامن است میگه زن علیه بالله فاحشه است، میگه تهمت میکنه. در زنا گیرش کردم، در گناه گیرش کردم، اینطور میگه. توبه استغفر الله. بسیاری ظالما از قماندانا زن که اعلام میتن بازوره دیگه کسام نمیمانه که او را بگیره. این زن ما بود یک وقت، کسی را گرفته نمیتانه. های جزایش باشه. ظالم بیدین. دولت اسلامی باشه، حکومتی تا آدم سخت جزا میده. حالا خو نیست پرسان. حالا خواستگاری هم به زور است، طلاق هم به کلی مصیبت ساله. حالا یک جای میره خانه کسی خواستگاری، چند مرمی پشت خانهش فیر میکنه. گرم چی گپ شد؟ ما آمدیم خواستگاری، اگر ندادی هیچ کسی جا آمده نمیتونه. خلاص دیگه، یا با من میتی یا دخترت بیشور میمانه. طلاق هم که داد گرم چند مرمی فیر میکنه. این زن ما طلاق دادیم، هیچ کسی را گرفته نمیتونه. مردم از ترس نزدیک ازش شده نمیتونه. چی ظلم است در افغانستان سر زنا؟ اینی ظلم ملا مردگی است. این ملا مرده ایج نمیگه. بخیده گپ دیه و ظالم چی میگین؟ کجاست عالم؟ این ظلم است در افغانستان. ظلم است. تصریح آزادش کند به احسان. آزاد به احسان چطور؟ یک طلاق داد رجوع نکنه، یا دو دانه داد رجوع حالا، یا طلاق بده خلاص. احسانی که بنیکی اخلاق بعد جنگایی که شده یاد نکنه دیگه. با نکو یا کسی زندگی کنه. اگر یک کسی گفت می خانم چطور از مکتش ازدواج میکنم تو خود طلاقش دادی، بگوید در بین ما یک جنجال ناقیبت پشیمان هستیم، بگیریش خوب زن است، خوب خانم، برو بگیرش ازدواج کن. فهمیدی؟ مشوره میگیره. این تو نگو که یک وقت زن ما بود، یک وقت بود دیگه. دیوانگی افغانی، افغان دیوانه است. همین افغانه یک وقت زن ما بوده، اشکره باشی، نزدیکش نری. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن. نه، الله در اینجا حلال نیست برای شما ای شوهرها ان تاخذوا اینکه بگیرین مما اتيتموهن از اون مالی که شما دادین به زنها، مهرها. و علاو قلی اگر مهرش کم هم باشه حق گرفتن نداری. طلاق که دادی حق نداری که مهرش بگیری. یکم ظالما که طلاق داد با میگه بان لباسا را برده نمیتونی، بان لباسا، بان بکسا بان، طلا را بان، مهر برده نمیتونی. بیچاره را نمیتون هیچ میکشه. چی ظلم است. ملا آدم قریا مردگی استن، میبینن امیالت ها را، هیچ گپ نمیزنن. دولت هم مرده. حق حلال نیست. مهر تو یک روز که تیش خواب شدی و نمو مهر خلاص شد. 1 سال زندگی کردی، 10 سال زندگی، 20 سال، حالا نوزا مهر میگیری. حلال نیست از برایتان. الله میگه حرام است. همون پیسه مهر که میگیری چی است؟ حرام. ولا یحل، حلال نیست از برای شما این که بگیرین چیزی را که شما دادین به زنا، شیئا هیچ کم هم باشه. یکم تو میگه 10,000 روپیه بود، 1 روپیه را حق نداری بگیری. زیاد هم باشه، 100,000 دلار هم بود، مهرش بود، حق نداری که پس بگیری. الا یخاف الا یقیم حدود الله، مگر ای که بترسه زن و شوهر که برپا کردن نمیتونن قانون الله را. چه حدود الله؟ سوء العشر، یعنی بد زندگی. یکیش حق شوهری را رعایت کردن نمیتونه. خانم و شوهر بترسن. فین خفتم الا یقیم حدود الله، اگر ترسیدین که برپا کردن نمیتونین قانون الله را، زندگی خراب است. و خانم اراده داره که از شوهر جدا شود، که از مهر خود تیر شود، فلا جناح علیهما، نیز گناه به بالای خانم شوهر، فیما افتدت به، در آنچه که فدیه میته خانم پیسه میته، بیام پیسه را به شوهر میته تا اینکه طلاقش کنه. باز گناه نیست که شوهر بگیره.
و نه به بالای خانم. سعی کنید الا یخافا چند صورت داره. یکی است که امی خانم شوهر زندگی مشترک داره، خراب میشه زندگیش. خرابی که بد اخلاق شوهر است، ظلم میکنه، بد اخلاق، چرسی است، پودری است، یک آدم ظالم است، بد اخلاق. اینمی در صورتی که شوهر بد اخلاق باشد حق نداره که خانم تنگ بسازه که مهر بگیره. نه میخواد طلاقش بده، بد اخلاقی کردن میره تا که مهر بگیره. بته پیسه را ایلایت میتم، بته مهر ما ایلایت میتم. نه این حلال نیست، این حرام است. اگر بد اخلاقی از خانم است هر روز خرابی کردن میره. شوهر آدم نیک، آدم خوب، زن بد است. زن میگه من هر روز صبح دفتر میرم، هفت شب میام. هفت صبح میری، هفت شب میای، یا نکوی کاره. نان تمام میارم، نفقه و یای تمیتم. چرا تو میکنی؟ نه من اینجا زندگی کردن نمیتونم، یک روز ششتن نمیتونم. ای تو میگه اینا خیر. اینجا کی بد اخلاق شد؟ خانم بگوی خیر مهری که من داده بودم امور به من بده، طلاقت میتونم. برو پناهید به خدا. اینه میره خلا میگه، مهر میگیره، خلا جدا شدن، جدا میشه، میگه خل سلایش کنی، خل سلایش بگی، خلا دیگه جدا میشه. باز خلا چی است؟ به نزد امام ابو حنیفه رحمه الله میگه طلاق، دیگران میگن فسخ است، نکاح فسخ میشه، جدا شد. برو پناهید به خدا. این دو صورت. دوم صورتش است که اردوشان بد اخلاق است، هم زن هم شوهر. اینجا چطور شوهر؟ اگه است با دینی صورت بازم علما اکثریتش میگه جایز است که شوهر بگه میذاره مهر بده، تو هم خراب هستی، ما هم زندگی نمیشه، هم پیسه را بده طلاق میکنم یا خلا میکنیم، برو خلا، نکاحت خلاص. فهمیدین؟ هر دو بد اخلاق. چهارم صورت چیست؟ هر دو نیک است. هر دو نیک است. اینا باز طلاق میگیره. کی طلاق میگیره؟ خانم که میگیره. اینا در این صورت باز برای شوهر حلال نیست که پیسه بگیره. خلا یعنی پیسه گرفتن نه، به خاطر که زن چی گناه داره؟ بانش دیگه. ولی تو روایت های زیاد میگه که یک زنی که شوهرش هیچ گناه نداره، بد اخلاق نیست، آدم نیک است، طلاق میگیره، رسول الله صلی میگه که ما من امرأت، نیست یک زنی که طلاق خود میگیره از شوهرش و شوهرش کدام بد اخلاقی ندارد و مگری طلاق میگیرد، میگه لم یجد رائحة الجنه، بوی جنت هم نمیبینه، مقه گناهگار میشه. یکم تو زنا است، شوهرش خوب آدم، قوت بدن داره، قوت جنسی داره، اخلاق داره، زندگی داره، اقتصاد داره، ولی زن بدبخت کدام توی دیگر را خوش کرده. میگه طلاق ما بده که من یک توی دیگر را میگیرم. در این صورت چهار روایت ها میگه که بوی جنت هم نمیبینه. یا اینکه به خاطر بد اخلاقی هر روز تو سر من نماز میخوانی، من در خانه پدرم آزاد بودم، میتو میگه. یا میگه حجاب سر من بیخی ضرور کردی، من دریشی میپوشیدم آزاد میگشتم. چه حال است در این خانواده؟ این زن به این خاطر جدا میشه که شوهرش دیندار است، بوی جنت نمیبینه، جاش داتش است. این تو زنا هست. کار کردن بر زن در بیرون جایز است به شرطی که فضای اسلامی باشه، جایز است. اما اگر فضای اسلامی نیست، شوهرش میگه بیرون نبرای کار نکو، این میگه میکنم، می گناهگار میشه، حق نداره کار. اطاعت از شوهر واجب است. بسیاری زنها را ببینی به اجازه شوهر میره گم میشه. حرام است، حرام به اجازه برآمدن، کار کردن به اجازه شوهر، شوهرت راضی نباشه، فضام خراب باشه، حرام است. فضام خراب باشه، شوهرم ناراض باشه، حرام است. نان تا شوهر میاره چی میکنی؟ امیال کسی نان خرچ مرا بده، من چرا بدم در بیرون؟ بی عقل خو نیستم. این زنا را نانش میتونم، یا اکثر بی تقوایش میگم، خب ناق میدوانم میتو. میرم در دفتر، در دفترم اونجا چند تا مرد فاسق ششتگی ظالم عیاش، بعضش حاملام شده، 8 ماه زور زده از خودش کده اشکمش پیش میده. زور زده کجا میری؟
دمی دفتر میرم وظیفه دارم تو الهی تو استغفر الله. چی ضرورت داری؟ مردی از گشنگی. شوهرش میگه نرو، میره. این پیسه میگه مریض هستی تداوی کنم، برنج نیز بیارم، روغن نیز بیارم، چی مشکل داری؟ با چی میگم من تحصیل چرا کردم؟ 4 سال پانتون خواندم، ایشا خواندم. خواندی برای فایده باسواد شدی. این حاله اینجا زندگی کن. کار بار دفتر تو در خانواده دمی خانه دفتر عوض کن. این میجا خانه کار خانه قضیات است که اگر زن کار خانه را پیش ببره بیکار نمیشه. کم بیکار شدی مطالعه کرده برو. مگر مسجد میری باید شوهر مانع نشه. نماز جمعه میه، نماز عید میه، دیگه نمازا میه، در درس میه، از این مانعش نشه. در صورتی که در خانواده مشکل نباشه. اگر در خانواده مشکلات بود باز شوهرش همین درسای اسلامی را همونجا برش یاد بده در مداخل. این تو حالت هاست در افغانستان. حال شما خال رفا میدین چند صورت داشت؟ 4. بد اخلاقی از طرف زن است، از طرف شوهر است، از طرف هر دوست، از طرف هر دو نیست. کلش احکامش بیان شد. حلال نیست برای شما شوهرها که بگیرین آنچه که به زنا دادین مر الا یخافا، مگری که بترسه خانم شوهر هر دو عالم شوند. الله یقیما، این که قایم و برپا کرده نمیتونن حدود الله، قانون الله را. باز فلا جناح علیهما، نیز گناه به بالای ارده جنا فیما افتدت بهی، در آن مالی که میدهد خانم. افتدت تا که از بر تانیس است. خانم میتا به مال به شوهرش و شوهر میگیره. در صورتی که بد اخلاقی هم از کی است؟ از خود خانم است یا اردوش است. تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینمی قانون الله است. حدود پل میگمو پلوانای زمین که است، نه از این سوتر نشی، تجاوز نکنین. از این احکام بسیار بزرگ است. طلاق، رجعت، خلا، این شرایع الله است، قوانین قاطع الله است. فلا تعتدوها، تجاوز از این نکنین، مخالفت نکنین بغیرش. امروز می قانون طلاقی تو نقض میشه. حتی شوهر میگه او زن طلاقت کردیم، میگه برو طلاق تو واقع نمیشه، دیوانه، اعصابت خراب، برو. دیگر روز میگه طلاقت دادیم، باز میگم طلاقت، برو طلاق من نشدیم. دیگر روز باز برش میگه طلاقت داده بودم، بازم میتم، برو من طلاق نشدیم. باز میگه پیش شوهر. این زنا از زنا بعد از اولادا کل حرامی است. این اکثر حرامی که است از چی است؟ خب این از یک علتش اینمیست. باز یک جای میشن یک تفلک دیگه، باز میگم من خودت را سابق طلاق داده بودم، برو من طلاق نشدیم، تو دیوانه هستی. این تو زنا رو هم دیدیم. اینجا فامیلای خانم که فامید شوهرش را طلاق داده 3 دفعه هم شده، باید عاجل خواهرش است دختر هر کس بکشش. حکومت که باشه جدایش میکنه، زده برو طلاق داده دیگه چی میکنی؟ یک سو بد اخلاقی میکنه، خدا آماده میکنه به طلاق شوهر طلاق میته، میگه نشدیم، نمیبرایه. نه زن نامحرم است یا عالم نکاح چی رو میگه؟ یعنی زنای نامحرم ما چیز کرده نمیتونیم. نه چرا نکاح نکنیم؟ نکاح به زبان است. پیشنهاد میکنین دختر برای من میتی دا بدل این قمر، بله دادم، به می زبان نکاح شد. نه به اینمی زبان پس جدا میشه، طلاق میشه دیگه. به اونمی زبان حلال شد، پس به اینمی زبان چی میشه؟ حرام میشه. و ظالم تو چرا این کار میکنی؟ همی تو ظالم ها رام دیدیم، همی تو فامیل ها رام دیدیم. پدرش خبر است، برادرش خبر است که اینمی خواهر ما، همی دختر ما 3-4 بار طلاق شده. هنوز باز چی میگه؟ من میرم یه ذره قار طلاقم داده، برو خیر زندگی تا بکن. شرم است مردم بفهمه که تو طلاق شدی. زنا کده میره از شرم میترسه. این زنا 3 طلاق خلاص شد، زنا است. خب زنا کارا. تلک حدود الله، اینمی قانون الله است. فلا تعتدوها، تجاوز نکنین، تیر نشین ازی. و من یتعد حدود الله، هر کسی تجاوز کرد از قانون الله، از احکام الله، فاولئک هم الظالمون، اینا ظالم هستند، مستحق عذاب شدید هستند.
الله سخت عذاب میده و زناکارا هم هستن. حکم طلاق کسی که عروسی میکنه باید یاد بگیره. نکاح هم یاد پیش از بخوان 5 رو درس بخوان. چه قسم است؟ زن هم بفهمه، شوهر هم. به نظر من اگه دمی نکاح گفته شوه خوب است دم وقت نکاح، نه خطبه، ولی دو وقت نام طلاق بگیری جنگ میشه. ما میگه تا بالا عروسی نکردیم وقت توی گپم. خدا نکنه، خدا زبان تا بگیره، خدای تو شو. ولی خدا خود نکنه صحیح، ولی بفهمه میره که بگویم بیا طلاق یاد بگی. یکم زنا جاهله چی میگه نام طلاق نگی بسیار بدم میاد، بعدت میاد خو یک وقت با طلاقت میته. باید بفهمی خودی چه قسم است. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قبلا ما آیت ترجمه کرده بودیم، شاید ثبتم باشه، حالا پس در تفسیرش میریم. فإن طلقها در اینجا اجماع مفسرین امت است که هدف از فإن طلقها طلاق چندم است؟ سوم است. کسایی که میگفتن سوم است و تسریع به احسان کی بود و طلاق 3 نبود، او فقط عدم رجوع نکردی خلاص خودش اتومات طلاق میشه. دلیلش چیست؟ میگه فار تعقیب آورد الطلاق مرتان فإن طلقها. طلاق 2 مرتبه تیر شد. فإن طلقها و ضمیر در طلاق راجع به سوی اونمو شخصی است که 2 طلاق قبلی را داده. ضمیر ها راجع به سوی اونمو زنی است که 2 طلاق قبلی با بالاش واقع شده. فام دلالت به این میکنه. پس فإن طلقها اگر طلاق داد همین مرده که 2 طلاق داده بود، المرأة مزنی را که 2 طلاق شده بود، ثالث مرة 3 مرتبه طلاق داد، فلا تحل حلال نیست. قرآن میگه حلال نیست. زن شوهر 3 طلاق میتش میگه برو ما طلاق نشده، حلال نیست. شوهر هم بسیار دوست که تزو میشینه. شوهر باید گپش بکشانه، نشد در محکمه بکشانه. ما 3 طلاق دادیم زن 6 تا حالا بکشش. همین شوهر هم زنا میکنه. 3 طلاق که دادی از زن استفاده کرده نمیتونی. فلا تحل بازی 3 را براتون میگم، یکم اختلاف است کدام 3 خو. فلا تحل حلال نیست له از برای می شوهر من بعدو یعنی بعد از این 3م طلاق حتی تنکح تا اینکه نکاح بکند امی خانم یا جماع بکند. بسیاری میگن نکاح به معنای جماع است. زوجن یک شوهر را غیره که غیر شوهر اولیش است، تا که دیگه شوهر نکاح نکند و او استفاده جنسی نکنه و او طلاقش نته و از شوهر دیگه عدتش دیر نشه، نمیتونه که پس به شوهر اولیش بیا، پس که تزی نمیتونه. این اینجا میگه که تا اینکه دیگه نکاح کند جماع کند یک شوهر دیگر را بعد ان یذوق وسیلتها تا که از همو اصلش استفاده و تذوق وسیلته کما صرح حدیث است. امرأه رفاعه یک خانم بود، شوهرش را طلاق داده، دیگه شوهر گرفت، دیگه را که گرفت چی شوهر دیگه مردانگی نداشت، چندان چیزی نبود. آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و گفت یا رسول الله، یه حدیث مشهور است. گفت یا رسول الله، بگو. گفت ما اینمی شوهر سابقی مرا طلاق داد، این خانم اینی شوهر دیگر را گرفتیم، ولی گفت این تو دستمال خودی تو، گفت این تو چیز نیست. گفت همین شوهر دیگر. گفت که چی میخوایی؟ گفت میخوام پس به شوهر اول برم که تموم ازدواج کنم. گفت لا نمیتونی. گفت حتی تذوقی من وسایل، تا اینکه از او استفاده جنسی نکنی او از تو نکند استفاده نمیشه. یعنی تنها به نکاح نمیشه که ما ای خانم به یک شوهر به نکاح بتیم او را بگیم پس طلاقش بده خلاص، تنها به اون نمیشه تا که گفت استفاده نشی نمیشه. یعنی اگه این شوهر نمیتونه از این طلاق تا بگی دیگه شوهری را بگی که از تو استفاده بکنه، استفاده جنسی بکنه با زندگی بکو، باز اگه او هم تو را طلاق داد زندگی خراب شد به صورت طبیعی باز میشه. حلاله نه، حال حلاله میکنن نه، لعنت الله کسایی که حلاله میکنن. رسول الله صلی الله علیه و به حلاله تا جمهور علما میگه حلال نمیشه. به حلاله چی را میگن؟ میزنه به یک تا میتم میگه چند وقت میره نگاه کو باز پس استفادهش کو
با طلاقش بده همیشه در خانه ما باش که جای نبریش، با پس میره میگیرم. این تو نمیشه. بعضی ملای ظالم هستن می کارا میکنن. خب زن یک تا رو برای چند روز میگیرن، پس طلاق برو میگن، پیسه میگیرن، حتی تجارت میکنن. این حرام است، حرام. رسول الله صلی الله علیه و لعنت گفتگیست. صفاح گفته حاکم مورد حدیث، زناکار. و فی ذلک زجر عن طلاق المرأة ثلاثا، دی زجر است از طلاق زن 3 مرتبه. خب لمن له رغبت فی زوجته. پس این خانم بگیره نمیتونه. چرا؟ اشاره به سوی عزیز که سیومه که طلاق دادی تا که دیگه شوهر نکنه نمیشه. فین طلقها ایناله، باز الله میگه فین طلقها، اگر طلاق داد امی زنی را که 3 طلاق شوهر اولیش داده بود. کی طلاقش داد؟ از زوج الثانی، شوهر دومش. شوهر دومش اگر طلاق داد، باز فلا جناح علیهما، فلا بس گناه نیست به می خانم شوهر ای تراجع علیهما، یعنی به می زن و خانم به می خانم و شوهر اولیش بعد از اینکه عدتش تیر میشه. دیگه کس که طلاقش داد عدت تیر شد، اگر حیض میبینه 3 حیض است، اگر حامله است حملش رو شد. فهمیدین؟ اگر حامله است بعد از اینکه عدتش تیر میشه چی کنه؟ چی گناه نیست؟ ای تراجع، این که رجوع کنن یکی با دیگه، یعنی پس عروسی کنن. خب به شرطه که انسان نایقیم حدود الله. اگر یقین کردن، گمان کردن که برپا میکنن قانون الله را، میفهمن که ما بعد از زندگی میکنیم، باز این میشه خانمی که شوهرم گرفتش میتونه امور بگیره. حالا اگر افغانی را بگوی بیا می خانم بگی میگه من قدوس نیست، نه این زن مرا دیگه کس گرفت، حالا من برو میزنه بگیرم، این گپی نیست. دوسی نیست، این در اسلام است، این جایز است، این حلال است. این میزنه تو را، یا کسی 1 سال 2 سال گرفته بود پس علاج کرد یا مرد، یک راه دیگه چی است؟ همین زنی را که تو طلاق دادی 3 طلاق دیگه شوهر گرفت، و شوهر دیگه چی شد؟ مرد، موتر زدش. نه موتر زد چی گپ میشه؟ اینجا 4 ماه را تیر میکنه، نه 4 ماه و 10 روز اگه حامله نباشه. اگه حامله بود طفل خود به دنیا بیاره، قرار انتظارت، پس هم شوهر اولیش میاد، خیرش باز شد برو قار شدیم 3 طلاق دادیم. یکم تو به یک گپ نازک طلاق میده، بازو میگه خوب مشوره میکنه، باز میاد پس مهر جدید برش بده، نکاح جدید و اونمو عروسی کنه، نان ولیمه بده، داد اگه توانایی داره نکاح بکنه، باز ولیمه بده، خلاص پس زندگی کنه. انشاءالله که گپ حال خوب فهمیدین، نه؟ و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، اینمی قانون الله است. الله میگه اینمی قوانینی که برتان بیان شد، باز میگه یبینها، بیان میکند الله ایرا، وضاحت میدهد لقوم یعلمون، از برای قومی که علم دارن، فهم دارن، انجام امور فکر میکنن. اینمی قانون الله است. این حال در اینجا یک گپ است که اگر یک کسی خانم خدا این گپا را فهمیدین 3 طلاق به یک لفظ میته، مثل که حال میته، یا در یک وقت میته، میگه ما تو را طلاق کردیم به 3 طلاق، چطور میشه؟ همین طلاق 3 واقع میشه یا نه؟ چطور گپ است؟ یا ای تو میگه که زنم میگه فلانی شاید آمد طلاقت کردیم، طلاق باشی، باز میگه طلاق باشی، اینطور میگه طلاق 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 3 دفعه، یا میگه بس 3 بار طلاق باشی، 3 سنگ، اکثر افغانا سنگ میپر، 3 سنگ طلاق باشی، هدفشون 3 مرتبه است. چی گپ میشه؟ طلاق شد یا نیدم؟ یک وقت گفت قار آمست، قار خوب بیز میباشه. قار چی معنی؟ این تو قاری نیست که بگه خود نفهمه، میفهمه. یکم تا که میگه حالت غضب میگه طلاق واقع نمیشه، او حالتی است که انسان بگه خود نمیفهمه. 1 میلیون نفر اگه ایت یک آدم باشه که غضب شاه نفهمه، اگر این خود طلاق حالت غضب میباشه دیگه. این تو نیست که کسی خانم خود طلاق بده بگه امروز یک چاش خوب یک پلاو بکو، یک مرغ پلاو جوس هم بیار که همین چاش بخیر طلاقت میده. روز طلاقت هست خب یک نان جور کن. یکم تا چی میگه؟ غضب بود. من گفتم خیلی کدام دوتال نان برش بگیره، خب غضب میباشه، تا غضب نباشه کی طلاق میشه؟
مرد دیوانه نیست که بدون کدام غضب زن طلاق بده، قهر میشه دیگه. خب چون کدام ملا فتوا داده که در حالت غضب؟ ما این ملا ایران او حالت غضب که سر خود نفهمه، تا والی تو غضب سر من آمده. این ما چند ساله در زندگیم قهر زیاد شدیم، ای تو قهر نشدیم که گپ بزنم نفهمم. اگر در خواب باشه گپش جداست، بگوید در خواب مرا طلاق داد نمیشه، اما غضب که میشی خب گپ میفهمی. چرا نمیفهمی؟ خدا به دیوانگی نزن دیگه، الله از قلبت خبر است. اینال دینمی صورت طلاق واقع میشه یا نه؟ علما چی میگن؟ ائمه چی میگن؟ مذاهب چی میگن؟ صحابه چی میگن؟ دینمی موضوع اختلاف است. 4 مذهب، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک مالکی ها، امام شافعی شافعی ها، امام احمد ابن حنبل حنبلی ها، اکثریت دنیا فعلا در 4 مذهب هستند. هر 4 مذهب میگه که میشه طلاق در یک وقت داد ارسش واقع میشه، زن خلاص شد، زن دیگه گپش خلاص شد، تا که شوهر نو نگیره و استفاده جنسی نکنه پس به شوهر اولی نمیشه. 4 مذهب و صحابه هم عمر رضی الله عنه در خلافت عمر این میشه طلاق 3 شد. خب پیش از او ابوبکر و رسول الله هم 3 طلاق 1 بود. بعد از او گفت که مردم بسیار دایی سستی کردن، 3 طلاق 3 شد و اجماع شده، اجماع بعدی است، هیچ صحابه رد نکردن. حتی خود عبدالله ابن عباس هم حدیثی که در مسلم است، کسایی که میگن 3 طلاق 1 است، هم حدیث روایت میکنه که کان طلقات ثلاثه، می طلاق ثلاثه در دوران رسول الله واحده یکی بود. خود عبدالله ابن عباس در زندگی خود فتوا میداد، کسی که میامد هم حدیث خودش روایت هم کرده که 3 1 است. یک کسی آمد گفت چی کردی؟ گفت من زنم 3 طلاق دادم. چرا؟ گفت قرآن میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی از الله بترسد الله راه بیرون رفته برش باز میکنه، و یرزقه من حیث لا یحتسب. گفت تو از الله نترسیدی 3 طلاق دادی، هیچ راه نجات نداری. خلاص خودش فتوا داده، خود عبدالله ابن عباس و اکثریت صحابه، یعنی بعد از عمر رضی الله عنه اجماع است که 3 طلاق 3 شد. خلاص حالا یکم تا می اینجا میگه 3 طلاق دادم چطور میشه؟ مذهبی است یا نه؟ برو دیگه مذهبت خود 3 میگه، خلاص شد. نه ولی کدام راه نداره. یک تا آمد گفتم مذهب میبرایی؟ مذهب نه نمیبرایی، خلاص شد دیگه. زن برو یا مذهب برای که زن به دست بیاری، یا زن بگی مذهب به دست میتی، کدامش میکن؟ در دورایی مانده. ولی گفت این مذهب بهتر است. گفتم برو که مذهب بهتر است همونطور. با یک تاج گفت چی میشه اگر مذهب برای؟ گفتم اگر مذهب برای باز 80 دوره زدم میشه. من از به نظر اهل مذهب، به نظر اسلام هیچ، به شرطی که به دلیل بفهمی دلیل عمل کنی گناهگار نمیشی. ولی تو نیست که در یکم جایی که به نفعت است از مذهب برای، در جایی که نیست نگفتم مگر سه اینجا می قرآن یاد میگیری حدیث خدا پابند میدانی خود سعید غیر از اون نمیشه دیگه. من خودم فتوای مکسرم نیست، علمای سعودی هم براتان گفتم این فتوایشان است. بسیار تحقیق کردن و حدیث حتی مسترب کشیدن، گفت قوی نیست حدیثی که در صحیح مسلم است. ولی در دوران رسول الله هم چی بود؟ 3 طلاق کسی که به یک زبان میداد، اینمی 3 طلاق مذهب حنفی هم بدعی میگن بدعت است، حرام کار کرده ولی واقع میشه. نمی 3 کلگی میگن که بدعت است ولی واقع میشه. در دوران رسول الله هم ابوبکر 3 که میداد به یک لفظ یا در یک وقت، در یک زمان 3 1 2 3 یا 3 طلاق، این یک شماریده میشه، یک طلاق رجعی، یعنی میتونه که رجوع کنه. اگر کسی زن خدا گفت بس 3 سنگ طلاقت کردیم، سابق 1 تا بود، با دوم بار که گفت بس با 2 میشه، سوم بار که گفت باز گپش خلاص میشه. این را که میگن این در پیش از عمر رضی الله عنه این اجماع قدیم است، در یوم اجماع بود در دوران ابوبکر صدیق و رسول الله صلی الله علیه و آله. اینال شیخ الاسلام ابن تیمیه عبدالله بن مسعود هم من نظرش از علی هم که 3 که است 1 است از خلفا، طاووس تابعی است. بعض علمای دیگه شیخ الاسلام ابن تیمیه از علمای متأخرین پسان که آمده
اینا میگن که می 3 که است 1 است. با وجود که خود ابن تیمیه حنبلی است، در اینجا از مذهب خود مخالفت کرده، به خاطر میگه اینجا حدیثی است که طلاق 3 1 بود. ولی عمر که میگه کار کرد، اجتهاد کرد، زجر داد مردم که 3 طلاق نتن. گفت هر کی 3 طلاق داد 3 است، به خاطر که 3 نتن، 3 حرام بود در اسلام 3 دادن. این تو میگن. ما که هستیم میبینیم اگر یک کسی به قرآن سنت برابر است 3 شا 1 حساب میکنیم. اگر نه که نیست 3 شا 3 حساب میکنیم. هر دو روایت وجود داره. خب به نظر ما که اگر کسی به قرآن سنت برابر باشه بد کنه که 3 طلاق بده. چرا 3 بده؟ خب یکم تو جاهلا است، کم فهم است، نافهم است، علمش کم است، نه؟ قار میشه ی افغانا. خب میگه 70% تکلیف روانی داره. خب 70% چی داره؟ تکلیف روانی. مریض است. 70% مردم افغانستان مریضه، شور به خود جنگ میکنم. چرا اعصابشان خرابه؟ می یک دقیقه گپ میزنم میگه گپ نزنیم، بس نمیمانه گپ بزنیم. این خلاص شد دیگه. حلاله چیزی وجود نداره. 3 طلاق هم فامیلی اجمالی.